سلام دوستان عزیزم، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز میخوایم در مورد چیزی صحبت کنیم که واقعا میتونه زندگیتون رو تغییر بده، مخصوصا اگر که از یبوست مزمن رنج میبرید. یه چیزی هستش که هم توی سوپرمارکت هاست و هم میوه فروشی ها دارنش، ولی میتونه فرق خیلی بزرگی توی زندگی و دردسرهای یبوست ایجاد کنه. خیلی از افراد بودن که سالها از یبوست رنج میبردن، ولی وقتی که این میوه کوچیک و ساده رو وارد رژیم غذاییشون کردن، زندگیشون کاملا عوض شد. اینکه این میوه چیه، چجوری کار میکنه و علم در موردش چی میگه رو تا آخر ویدیو با من باشین تا همه چی رو با جزئیات براتون بگم، همراه با منابع علمی. ببینید دوستان، یبوست فقط این نیستش که 2-3 روز نتونید به دستشویی برید. یبوست یک مشکل جدی و خطرناک پزشکیه که روی چیزای زیادی تاثیر میذاره، روی شکم، روی خواب، تمرکز و حتی حالات روحی. خیلی از افراد، مخصوصا سالمندان یا کسانی که غذاهای فست فودی زیاد میخورن و تحرک کمی دارن، از یبوست مزمن رنج میبرن. متاسفانه بعضی از داروها هم باعث یبوست میشن و اگر مزمن بشه ممکنه منجر به عوارض خطرناکی مثل بواسیر، بیماری‌های مقعدی یا حتی انسداد نسبی روده ها بشه. ما سالها در بیمارستان بیمارانی رو دیدیم که با همین مشکلات میان و تقریبا همیشه بخشی از مشکلشون برمیگرده به یبوست و معمولا براشون ملین تجویز میشه، دارو داده میشه، مایعات زیاد و بعضی از گیاهان خاص رو توصیه میکنن پزشکان، ولی برای بعضی ها جواب میده و برای بعضی ها جوابگو نیستش. برای همین اگر یک راه طبیعی و البته خوشمزه به شکل یک میوه وجود داشته باشه که بتونه کمک کنه، پس چرا ازش استفاده نکنیم؟ اولین قهرمان امروز ما کیوی هستش. کیوی از بیرون شاید زیاد جذاب نباشه، ولی از داخل یه گنج واقعیه، پر از فیبر، آب و آنزیم هایی که مثل جادو روی دستگاه گوارشمون کار میکنن. یه پزشک باهوش متوجه شد که بیمارانی که توی فصلایی که کیوی هستش ازش میخورن، وضع گوارششون به طرز عجیبی بهتر شد. برای همین این پزشک تصمیم گرفت یه تحقیق بزرگ رو انجام بده درباره تاثیر کیوی روی یبوست. این مطالعه توی مجله معتبر ژورنال پزشکی آمریکایی در مورد گوارش در سال 2021 چاپ شد. نتیجهش شوکه کننده بود. وقتی بیماران روزانه 2 عدد کیوی به مدت 4 هفته خوردن، به صورت چشمگیری یبوستشون بهتر شده بود، تعداد دفعات دفع بیشتر شد، نفخ کم شد و دردهای شکمی خیلی کمتر شده بود. یه نکته جالب اینه که کیوی مثل ملین عمل نکرد، بلکه ریتم طبیعی روده ها رو تنظیم کرد. اما چرا؟ چون که کیوی هم فیبر محلول داره و هم نامحلول و همین باعث میشه که مدفوع نرمتر و راحتتر از روده ها عبور کنه. یک آنزیم توی کیوی هستش به اسم اکتینیدین که به هضم غذا کمک میکنه و نفخ رو هم کم میکنه. علاوه بر این کیوی آب زیادی داره که برای حرکت روده ها خیلی مهمه. همچنین سرشار از پتاسیم، ویتامین C و آنتی اکسیدانه که برای سلامت کلی بدن مفیده. یعنی کیوی فقط یه میوه خوش طعم نیستش، یک درمان کامل برای دستگاه گوارشه. میتونید کیوی رو وارد رژیم غذاییتون کنید، حتی اگر همزمان از دارو یا ملین استفاده میکنید. ولی داستان اینجا تموم نمیشه. قهرمان دوم آلو خشک هستش. توی یک تحقیق از دانشگاه میشیگان تاثیر کیوی و آلو روی یبوست مزمن مقایسه شد. نتیجه شوکه کننده بود. بیشترین تاثیر رو کیوی داشت و بعد از اون آلو و هر دوشون تقریبا اثر معجزه آسایی روی بیماران دچار یبوست مزمن داشتن. در ضمن یه مطالعه دیگه در مجله نوتریانتس در سال 2020 نشون داد که کیوی حتی برای سالمندانی که از ملین‌های شیمیایی اذیت میشن هم کاملا ایمنه. خب حالا چجوری باید از کیوی برای درمان یبوست استفاده کنید؟ اگر که از یبوست مزمن یا تکرار شونده رنج میبرید، روزانه 2 عدد کیوی بخورید، ترجیحاً قبل از صبحونه یا بین وعده هاتون.
حداقل 2 هفته باید این کار رو ادامه بدین و آب رو زیاد بنوشین، حدود 2 تا 2.5 لیتر در روز. یه نکته مهم دیگه اینه که بعضیا به کیوی حساسیت دارن. اگر هم شما جزوشون هستین اصلا ازش استفاده نکنید. همچنین اگر مشکل کلیوی دارید یا سطح پتاسیمتون بالا هستش، چون که کیوی پتاسیم زیادی داره، حتما قبل از مصرفش با پزشک کلیه‌تون مشورت کنید. خیلی از متخصصین گوارش گفتن که بیمارانی داشتن که سالها دارو میخوردن و برای سالها از یبوستشون رنج می‌بردن و انواع داروها رو استفاده کرده بودن، ولی وقتی که کیوی رو وارد رژیم غذاییشون کردن یه تغییر اساسی و چشمگیر توی وضعیتشون ایجاد شد. دفعشون منظم و طبیعی شد و بدون درد انجام میشد براشون. حتی توی توصیه‌های دانشکده‌های پزشکی معتبر دنیا مثل دانشگاه جانز هاپکینز پیشنهاد شده که برای درمان یبوست مزمن از کیوی و آلوی خشک شده یا برگ قیسی استفاده بشه، حتی قبل از سراغ دارو رفتن. حالا سوال دیگه اینه که کیوی میتونه برای همه سنین مناسب باشه؟ بله، و تمام تحقیقات هم نشون دادن که کیوی برای بچه ها از 5 سالگی به بالا و همینطور برای بزرگسالان و سالمندان کاملا ایمن هستش. فقط مشکلی مثل حساسیت، سندرم روده تحریک پذیر یا IBS یا بیماران کلیوی حتما باید قبل از شروع مصرف با پزشکشون مشورت کنن. یه نکته دیگه هم اینه که گول آب میوه ها رو نخورید. اونا تاثیر کیوی تازه رو ندارن چون فیبر توش نیستش. اون چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم خود میوه کیوی تازه هستش. بنابراین اگه از یبوست یا مشکلات گوارشی رنج میبرین 2 تا کیوی در روز بخورید، حداقل برای 2 هفته و نتیجهش رو ببینید. این میوه هیچ عارضه جانبی خاصی نداره و چیزی رو از دست نمیدین، فقط کافیه که تجربهش کنید. اگر هم دوست دارید بیشتر بدونید، همه منابع علمی رو توی دیسکریپشن یا توضیحات زیر ویدیو براتون گذاشتم و اگر از این ویدیو خوشتون اومده خوشحال میشم که دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید و با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارید. این ویدیوهای روی صفحه هم اگر دوست داشتین نگاه کنید که کلی اطلاعات خوب و مفید در اختیارتون قرار میده. مثل همیشه یادتون باشه که سلامتیتون بر من خیلی مهمه. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.